عمر یار وفادار رسول است، عمر داماد زهرای بتول است، عمر مقبول شاه ذوالجلال است، عمر محبوب. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حق عمر بن خطاب رضی الله عنه و این مضمون دعا فرمودند: بار الها اسلام را نیرو و اقتدار بخشا به یکی از این دو مردی که نزد تو محبوب تر باشد، با عمر بن خطاب یا با عمرو بن هشام یعنی ابو جهل. یکی از آن دو مرد عمرو بن هشام یعنی ابو جهل بود و دیگری عمر بن خطاب رضی الله عنه می باشد که در الفبای عربی عمر بن خطاب یعنی عمر و عمر یک خیل نوشته می شوند. خداوند مهربان دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم را قبول نموده از میان این دو عمر بن خطاب رضی الله عنه را محبوب خود قرار داد که اسلام عزیز را به واسطه او عزت بخشید و خوف و ترس را از دل مسلمانان دور گرداند و چنان در حق جویی استوارش گردانید که لقب عمر فاروق یعنی جدا کننده بین حق و باطل را صاحب گشت و در معامله و کارگزاری اش چنان عدالت نشان داد که عنوان عمر عادل به خود گرفت و در تقوا و صداقتش نسبت به دین و پیامبر صلی الله علیه و سلم به درجه رسید که شرفیاب عنوان امیر المؤمنین و یار دوم پیامبر صلی الله علیه و سلم گشت. شد بار دیگر مردی از نسل عمر، پیش روی زورگویان باز می شد جلوگر. کاش چون فاروق اعظم از افق